یکم اکتبر سال 2021 یک ساکن شهر دوشنبه به قسم نوبتداری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر داده است که در یک بنای بسیار آشیانه واقع در کوچه سینوی پایتخت لیفت از کار مانده و داخل آن 7 نفر در ماندند و هیچ علاج برآمدن ندارند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده دسته امدادگران ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در شهر دوشنبه به مکان حادثه سفربر شد و نجات دهندگان با یاری تجهیزات مخصوص در را باز کردند و آدمان داخل آن را که همگی ساکنان امین بنا بودند از داخل لیفت بیرون آوردند. همزمان نجات یافتگان را دکتران معاینه کردند و هیچ نفری به کمک طبی نیاز نداشت. ساکنان بنا و بخصوص نجات یافتگان به کارمندان کمیته ایالت‌های فوق‌العاده برای واکنش فوری و کمک اظهار سپاس نمودند. به حساب کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از سال 2019 تا 6 ماه سال روان 22 حادثه کمک به باز کردن درهای لیفت‌های ویران شده به قید گرفته شده. کارمندان این نهاد 63 نفر را از داخل لیفت‌های ویران نجات دادند.